چیه خسته شدی از بس رفتی این بر اون بر دنبال فیلم؟ یا اصلا بعضی موقع خودت هم نمیدونی چی میخوای ببینی دقیقا؟ من یک لیست از ناموس فیلم ها برات تهیه کردم. 20 تا فیلم هالیوودی که توی همه سایت ها بهترین امتیاز رو گرفتن. توی این قسمت میریم سراغ شماره 20 و 19. این فیلم واقعا خاصه، از اون فیلم هایی که تا مدت‌ها بعد از دیدنش ذهن درگیرش میمونه. کارگردانش فرانک دارابونت که شاهکارهای زیادی رو توی هالیوود ساخته. تام هنگس نقش یه نگهبان زندان رو بازی میکنه که توی بخش اعدام کار میکنه، یعنی همون جایی که زندانیا آخر خط رو تجربه میکنن. اما یه روز یه زندانی جدید وارد میشه، یه مرد سیاه‌پوست غول‌پیکر به اسم جان کافی که برخلاف ظاهرش آرام و مهربونه و حتی قدرت ماورایی داره، قدرتی که میتونه درد و بیماری رو از دیگران بگیره. فیلم خیلی آروم و احساسی پیش میره، ولی تأثیرش به شدت عمیقه. پر از لحظه‌هایی که مجبورت میکنه به انسانیت، بخشش و قضاوت فکر کنی. و جالبه بدونی این فیلم همیشه بین 20 فیلم برتر IMDb ثابته، چون ترکیب بی‌نظیری از داستان قوی، بازی درخشان و حس انسانی داره. اگه تا حالا ندیدیش، یه شب آروم بذارش و خودتو بسپار به فضای جادویی و غم‌انگیزش. حالا از زندان‌های تیره و تاریک آمریکا بریم وسط محله‌های خطرناک برزیل. سیتی آف گاد یا شهر خدا یه فیلم واقعی گرایانه و پر انرژیه که از زندگی واقعی الهام گرفته. کارگردانش فرناندو میرلسه و داستان دو پسر رو تعریف میکنه که توی یکی از فقیرترین محله‌های ریو دو ژانیرو بزرگ میشن. یکی از اونها عاشق عکاسی میشه و سعی میکنه از این محیط خشن فرار کنه، اما اون یکی تبدیل میشه به یکی از خطرناکترین تبهکارهای محله. فیلم با یه ریتم سریع پر از رنگ، صدا و واقعیت‌های تلخه. هر چیزی توش حس زندگی داره، از دویدن بچه‌ها توی کوچه‌ها گرفته تا صداهای تیراندازی‌هایی که هیچ وقت تمومی نداره. شهر خدا هم از اون فیلم‌هاییه که بعد از تموم شدنش چند دقیقه فقط ساکت میمونی و به این فکر می‌کنی که چقدر فاصله بین این تصمیم‌های زندگی متفاوته. با امتیاز بالای IMDb و تحسین منتقدها، این یکی از فیلم‌های خشن و در عین حال انسانی‌ترین آثار تاریخ سینماست.